شما هم درگیر کلی چالش و دغدغه هستید که هیچ راهکاری براشون پیدا نمی‌کنید. تو این پست میخوام از یک روش خیلی ساده ولی کاربردی برای حل خیلی از چالش‌ها، حتی چالش‌های پیش پا افتاده زندگی بهتون بگم. یک کاغذ سفید بردارید و بالای اون مسئله‌ای که خیلی ذهنتون درگیر کرده بنویسید. بعد از اون میخوام که زیرش حداقل 20 تا راه حل برای حل اون مشکل بنویسید. اما چطوری؟ این بار برای نوشتن این راه حل ها شما باید تمرکزتون رو از روی شرایطی که الان درگیرشید و محدودیت هایی که دارید بردارید. چرا؟ چون با تمرکز روی اون شرایط و محدودیت ها هیچ راهکاری به ذهنتون نمیرسه. اما با تمرکز گذاشتن روی اون چیزهایی که همین الان در اختیارتونه، منابعی که همین الان دارید، هر چقدر کم و کوچیک، کلی